پیش از بازی دور آخرین مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2018 میان دسته‌های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان نشست خبری برگزار شد. قبل از همه به میزبانان برای استقبال گرم و جوشان اظهار سپاس می‌نمایم. فردا بازی شوق‌آور برپا می‌گردد. امیدواریم که ورزشگاه از مخلصان پر می‌شود. بازی خوب را انتظاریم. من فکر می‌کنم که هر دو دسته با همدیگر مناسب بازی می‌کنند. بازی فوتبال بازان تاجیک و قرقیز همیشه پرشدت و شوق‌انگیز می‌گذرد. در این نشست فریدون صالح سخنگوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اطلاع داد که مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان بعد از شکست خوردن دستش از تیم ملی استرالیا با حساب بزرگی 0-7 و بازگشت به دوشنبه به علت بیماری قلب در مرکز ملی طبی بستری شده است. بنابراین منتخب تاجیکستان در این بازی تحت رهبری مربی کلان دسته رمان پیلیپچوک به میدان می آید. پیش از همه ما درک میکنیم که فردا بازی نهایی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2018 برگزار می شود که ما آن را در خانه می گذرانیم. ما که در بازی پیشین ناکام شدیم می خواهیم خطاهای بازی های پیشتر را اصلاح کنیم. می خواهیم از مخلصان خود برای بازی به اراده با استرالیا معذرت پرسیم و می خواهیم که مرحله انتخابی را سزاوار انجام بدهیم. بازی دور آخرین مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه B میان دسته‌های منتخب ملی تاجیکستان و قرقیزستان 29 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 شروع می شود.